با سلام خدمت همکاران عزیز. خواستم پر کردن چک لیست چیلر تاپس رو براتون توضیح بدم. چیلر تاپس دو تا سیکل داره، سیکل 1 و سیکل 2. میتونید توی چک لیست فشار مکش و دهش رو از روی این LP یعنی فشار پایین کمپرسور، HP فشار بالای کمپرسور، از اینم میتونید بنویسین، یا اگه سخت بود دیدن اعدادش میتونیم بیاین روی کنترلر. این کنترلر رو داشته باشین، یه دمای اینجا نوشته 12.6 الان میبینید. این دمای ورود آبه، دمای خروج هم کوچیک‌تر اینجا زده که بودن 9.4. نمیدونم تو دوربین میفته یا نه. 9.4. بعد روی کنترلر اگه خطایی ببینین این چراغ سیگنال قسمت قرمزش روشن میشه، یعنی الان این زردی که روشنه ثابته، این یعنی یه خطای جزئی داده، جزئی که قرار نیست دستکار از کار بندازه. و این چشمک زن سمت راست هم یعنی فعاله، و سمت چپ این چراغ LED این اگه روشن شد قرمز یعنی یه خطایی داده و یکی از کمپرسورها رو از کار انداخته. بعد برای اینکه بفهمین خطای چی داده میتونید این دکمه ضربدر رو یه بار فشار بدین و توش میزنه چه آلارمی داده، چه خطایی رو داده، و اون رو ثبتش کنید میزنه و دوباره بزنین میاد بیرون. و برای فهمیدن سیکلای ورود خروج هر کمپرسور این جهت این دکمه، جهت سمت چپ حالت فلش داره، اینو میزنیم یه بار میاد تو آیتم یونیت استیت استاتوس. دوباره که اینو میزنیم سیکلای 1 و 2 کمپرسورها رو نشون میده. این قسمت چپ بالا نوشته 10.3 بار، این فشار دهش کمپرسوره، و قسمت پایین که 1.9 نوشته فشار مکشه کمپرسوره، و اینجا قسمت بالا 3/3 فن کمپرسوره، و این 100% هم ظرفیت کاری کمپرسوره که 100% داره کار میکنه. بعد دوباره دکمه پایین رو یه بار بزنین، یه بار یه شماتیک دیگه رو نشون میده، و دو بار اگه بزنیم میاد رو کمپرسور 2. این هم مثل همون 9.9 داره فشار دهش رو نشون میده، 2.1 فشار مکش، و 70% دست این کمپرسور در حال کاره، و 3/3 هم 3 تا از فناش هم فعاله، یعنی هر 3 تا کندانسوری که بالا سرش هست یعنی 6 تا فن داره همزمان داره کار. و بچه ها یادتون باشه اینو دوباره 2 بار بزنیم میاد بیرون، میاد صفحه اصلیش. بعد بیاین کنار اینجا توجه داشته باشین این کلیدهای حرارتی هیچ کدوم تریپ نداده باشه، قطع نکرده باشه. هر کدوم از این کلید حرارتی ها برای راه اندازی و کار فنهای کندانسوره. بیاین کنار چیلر کندانسورها رو چک کنیم ببینیم نشتی روغن چیزی نداشته باشه. بعد اگه بین این کندانسورها پلاستیکی چیزی باد مکیده بود چسبونده بود به اونو ورش داریم میزنم، نذارین زیاد بشه. و یه کار دیگه هم که هست که این ساید گلاس این کمپرسور رو هم چشمی چک کنید. یه شیشه اینجا هست، یک گوی قرمز هم داخلشه، این سطح روغن کمپرسور رو نشون میده.